میزنیم و میری سر بالا، هی کارو میریم همه بالا. سلام، به ویدیو آموزشی ما خوش اومدید. در این ویدیو از چنل ایردراپ وان سیگنال نحوه نصب و راه اندازی مایتون والت رو براتون میذارم. امیدوارم مورد پسندتون قرار بگیره. اگه دوست داشتید ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید، ما رو سابسکرایب کنید و دکمه لایک رو بزنید. حالا میریم سراغ اصل مطلب که راه اندازی مایتون والت. مایتون والت رو سرچ میکنید توی گوگل پلی یا اپ استور. اگر آیفون دارید این آیکون رو نصب و دانلود میکنید. مایتون والت یک کیف پول ارز دیجیتال امن و کاربرپسنده که به شما امکان مدیریت رمزارزها به خصوص ایردراپ های تلگرامی که تازه ترند شدن و ارز تون که کوین اصلی این شبکه است رو میتونید در اونجا استخراج و نگهداری کنید. اگر اولین باری که دارید این نرم افزار رو نصب میکنید، گزینه کرد نیو والت رو میزنید و اگر از قبل داشتید گزینه ایمپورت رو میزنید. خب ما گزینه اول رو میزنیم و صبر میکنیم تا صفحه بعدی باز شه. صفحه بعدی باید رمزتون رو انتخاب کنید. بعد از وارد کردن رمز دوباره باید رمزتون رو بزنید تا تایید بشه. حالا صفحه بعدی اثر انگشتتونه که به اختیاره، میتونید کانکت کنید، میتونید نه. من نات ناو میزنم، شما ولی کانکت کنید. قوانینشه که قوانینش هم باید بخونید و اگر مورد قبولتون بود تیکشو میزنید و میرید صفحه بعد. اینا هم داره میگه که مثلا نمیتونید اسکرین شات بگیرید از اون 24 کلمه ای که در صفحات بعدی بهتون میده. خب 24 کلمه بهتون میده که باید از این 24 کلمه عکس بگیرید یا یادداشتش کنید. کیف پول شما ساخته شده. نوبیتکس و اینا راحت میتونید خرید کنید تونو و به راحتی به کیف پولتون برسید. خیلی ممنونم که ما رو مشاهده کردید و تماشا کردید. امیدوارم شب و روزتون خوش باشه. یا علی.